سیابان د افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سیابان د افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو د پلار نیکای دیره ده راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کړو خپله خاوره زموږ کعبه ده زموږ د پلار نیکای دیره ده راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کړو ټول راشي افغانانو سي آباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سي آباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو نو زولنی کو لرنی کم غلامان نو زمالم ټول راشي افغانانو سیابان د افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سیابان د افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو ما مقابل وایت هاوس هستیم موتر پارک کردیم اینجا میخواهیم که با پیغام خدا برای تمام مردم بدیم پارک وایت هاوس است در پیشروی وایت هاوس است ما خانه کنیم یک فیلمگیری کردیم و مسیج خدا برای اوباما میتیم
I'm in front of the White House و در مقابل White House هستیم. مسیج خودم میخوایم برای پرزیدنت اوباما و پرزیدنت بایدن بدیم که در آینده باید پاکستان فتح نکنه و این مسیج رو به تمام افغانان در مملکت هستند باید این کار کنند، در مرکز برند، مسیج خود برای رئیسای جمهورش برساند. قرار که شما میبینید. بسیار زیاد تشکر. سیافات افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سیافات افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل ټول راشي افغانانو سیافات افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سیافات افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره خپل ځان کړو پلار نکای دیره ده راسی ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو خپله خاوره زموږ کعبه ده زموږ پلار نکای دیره ده راسی ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو ټول راشي افغانانو سیافات افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سیافات افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره خپل ځان کړو لرنکم غلامان نو زمالم پټول جهان کو قسمات دل خانی کو مقبول بنو زولنی کو لرنکم غلامان نو زمالم پټول جهان کو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سیافات افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره خپل ځان کړو
خوشاله یا شمع وطن والا چې پښتون په یو سلاسې د پښتون تاریخ روشن کړو موږ به هلته سو خوشاله یا شمع وطن والا چې پښتون په یو سلاسې د افغان تاریخ روشن کړو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت شو خپل ملي بیرغ روشن کړو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت شو خپل ملي بیرغ روشن کړو بسم الله الرحمن الرحیم. اولا سلام احترامات قلبی خود خدمت تمام خواهرها و برادرای خود در هر نقطه دنیا تقدیم میکنم. امید است که جور تیار و آرام باشین. موضوعاتی که در این برنامه گپ میزنیم موضوعات توطئه جرمنی، سفر کرزی صاحب، موضوعات مربوط آیسای، قرارداد استراتژیک و برادرای طالب، انتخابات در افغانستان و حرکت دکتر صاحب سیرت و ما میخواهیم که کوشش میکنیم که موضوع دیورند با محکمه بین المللی بریم و جد و جهد خود ادامه خواهد دادیم و دیگه ای که جرگه ها ما مرتب کردیم جرگه ها را راجع به جرگه ها گپ میزنیم و کوشش میکنیم که زودتر برنامه خود خلاص کنیم. چرا ما میخواهیم که نظریات شما خواهرها و برادرها را بگیرم در این مورد موضوعات ملی خود. یک موضوع مهمی است که اولی که ما میخواهیم که از خطاب صاحب قلبا تشکر کنم. میفهمین که امی توسعه دیورند جرگه و امی توسعه که دیورند جرگه به این اندازه کرده در تلویزیون پیام افغان بوده و ایره ما قدردانی میکنم از خطاب صاحب که دائم امو سپورت خود امو به اصطلاح کوشش خود در راه پیش بردن این ایدای ملی بر ما کرده و میکنه. ما قلبا از خطاب صاحب ما تشکر میکنم. خداوند شما را خیر بده. واقعا شما یک شخص ملی هستین. موضوعی که ما در تلویزیون آقای مسکینیار دیدم و ما در تلویزیون آقای مسکینیار هم همین برنامه دیورند جرگه را ما شروع کردیم. چند موضوع را ما متوجه شدیم. اولی که از صداقت آقای مسکینیار بسیار زیاد تشکر و اونا واقعا صادقانه اقرار کردن که در برنامه کتنه گفتن که از اول ما بر ضد این برنامه دیورند جرگه بودم از اول. و دوم اینا گفتن که ما خود جمع کردن نمیتونیم، ما خودت جمع کردن نمیتونیم، بالخاصه در این شرایط ناگوار ما چطور میتونیم که موضوع دیورند ما پیش ببریم. و دیگه ای که اونا گفتن فرمودن جنابشان که ما از این برنامه یا از این DVD آگاه نبودم و این ما در تلویزیون خود نشر کردم. این ما فکر نمی کنم که شما آگاه نبودین. چرا ما که شما تقریبا 1 سال با شما ما کار کردم و ما میفهم که چطور تلویزیون شما فعالیت میکنه و این که شما میگین که رفیقای ما را گفت که چرا این را انداختی. اینطور است که مسکینیار صاحب گل شما هم به ما گفتین که ما از خون یتیما ما استفاده میکنیم. مسکینیار صاحب محترم ما خو تا به حال چیز استفاده نکردیم. ما خو در این 3.5 سال جد جهد بران انداختیم که امی حق یتیم، حق بیچاره، حق پشتون ما، حق افغان ما، حق هزاره ما، حق پشهی ما، حق ازبک ما، حق تاجک ما گرفته شود. شما چطور یک موضوع را بالای ما اتهام وارد میکنین؟ ما فوق العاده از شما گله‌مند هستم.
شما یادتان است که شما در تلویزیون خود کتی برنامه سازای خود شما مشکل داشتین، اونا شما را میگفت که پیسای خیرات گرفتین و شما این موضوع را که چون واضح نساختین. خوارا و برادرها، هر کس نظر به توان و وسیله خود گپ میزنه. آقای مسکینیار خودش امی توان و وسیلهش است که میگه شما باید در غربت زندگی کنین، با اینکه پاکستانی ها تعرض کنه، حقتان نخواهین. او از برای خدا دست و پای مادر وطن قطع شده. این دایه صدیق متین نیست، این دایه مردم افغانستان است. این دایه غرور و افتخار و سربلندی افغان ماست. آقای مسکینیار از روز اول تا به حال جد است که امو عزت حرمت قدر افغان ها را دوباره ما به وجود بیاریم، ما به وجود بیاریم. ما و افغانستان سرتاج در منطقه، باعث بادار منطقه دوباره عرض اندام کنه. افغانستان تاریخ 5000 ساله داره، 5,500 ساله. و افغانستان خداوند جل جلاله به وجود آورده. پاکستان انگلیس به وجود آورده، یک مصنوعی است، یک مملکت ساختگی است. افغانستان هیچ وقت تجزیه نمیشه، افغانستان کس گرفته نمیتونه. پاکستان چون مصنوعی ساختگی توسط انگلیس ها به وجود آمده، هر وقت ما او را شکستانده میتونیم، هر وقت ما او را میتونیم تجزیه کنیم. او برادرها، خواهرها، وطن دوستا، دین پرستا، ما به شما این موضوع را میگم که یک تعداد نوکرای آیسای، نوکرای علقه گوش آیسای بالای ما اتهام آورده که ما پول گرفتیم. اسم ما صدیق متین است. نیکاهای ما سلطان محمود غزنوی، احمد شاه بابا، میرویس نیکه، خوشحال خټک، عطا داود خان، امان الله خان، هدف اونا چی بوده؟ هدف اونا به وجود آوردن یک افغانستان واحد، افغانستان سربلند، سردار در منطقه. ما اولادی از اوستیم، هیچ وقت ما مملکت خدا نمیفروشیم و نخواد فروختیم. ما ایره به شما میگم خواهرها و برادرای عزیز و گرامی، باعث یک فرزند صادق افغانستان، اگر ما پول میگرفتم که ما هیچ وقت نگرفتیم تا بالی، کلش پول خودم است و خودم کار کردیم و این برنامه مقدس و ملی را ما پیش بردیم. ما افتخارانه می آمدم در این برنامه با شما میگفتم که ما پول گرفتیم، بیای خواهرها و برادرای عزیز سنگر وسعت بتیم در مقابل دشمن واحد ما، دشمنی که خوار ما رو میکشه، مادر ما رو میکشه، اولادای ما رو میکشه، مسجدهای ما رو میپرانه، فابریکای ما رو میپرانه. در افغانستان نمیگذاره که ترقی و آرامی به. من میگفتمتان که بیایی که وسعت بتیم امی سنگر ملی خدا. و شما ببینین که اینا خائنانه بالای ما اتهام وارد کردن، خائنانه. ما آمدم
اونا گفتن که بیاین ما جرگه میکنیم موضوعات. ما 1000 دفعه ما گفتم ما میاییم، اما به این اندازه حرکت خائنانه را به توقع نمیکردم. آیسای ما فکر میکنم که خوب یک پلان برای اینا تیار کرده بود. چرا؟ یکی که وقتی که یک شخص میخواه که ادعای ملی را پیش ببره، اتهام پول بالاش بیار، به اصطلاح مشکل پیدا میشه. و دیگه ای که موضوع شهرت و صداقت، این موضوعات هم در سوال میاره. ما ایره برتان میگیم که هفته و شما در 2 انگشت پت کده نمیتونین. موضوع مهم ایست به حیث مسئول و مؤسس دیورند جرگه وظیفه ملی خود میدانم که ما هر جای برم، پیش هر کس برم، ما بودجه پیدا کنم تا که موضوع ملی خود خاتمه بتم، یعنی حل فصل کنم. ما میخواهیم هدف ما از بین بردن ظلم و ستم پاکستان، گرفتن خاکای ما و رفتن به آبهای گرم و بنادر ماست. شما دیدین حرکت از این بزدلانه این مردمه. حتی ما در اوجا نمیخواستم این گپای سبک و چتی که اینا در برنامه میزن، هم خودشان صحبت میکردن، هم خودشان جوابش میدادن، هم اینا تعیین میکردن، تصویب میکردن. ما قرار همونجا گوش میکردم و ما میفهمیدم که پلان از اینا چی است. بالاخره ما بر اونا گفتم که ما استعفا کردم که شما خائنان هستین، این دسته پاکستان است و ما دیگه همراه شما همکاری نمی کنم. یک همشیره تلفن کرد در تلویزیون آریانا و پیش از اینکه موضوع را بگویم، آقای مسکینیار این دفعه اول نیست که شما این کار در مقابل دیورند جرگه میکنین. اول شما موضوع انشعاب اعلان کردین. من نمیفهم که مشکل شما که دیورند جرگه چی است. خب اگر خوش ندارین، ما به شما احترام داریم. من شخصا در مقابل شما کدام مشکل ندارم. حتی روز عید به شما ما تلفن کردم و بر شما عید مبارکی دادم. مثلا دفعه اول انشعاب شما اعلان کردین، دفعه دوم ویدیو تیپ شما ریلیز کردین و شما آمدین در برنامه تان صحبت ها کردین. متاسف هستم. ما هدف ما ایست که امی به اتفاقی و به احترامی در بین افغانا گم شود. ما نمیفهم که چرا این افغانا به سنای کلان عاشق آیسای پاکستان هستند. یکی از همشیره ها تلفن کردن در برنامه، مرا گفتن که شورای دیورند جرگه ای تکت روان کرد. شورای دیورند جرگه ای تکت ما روان نکرده، پول خودم بود. وقتی که آدمی که در جرمنی موظف دیورند جرگه بود، این در افغانستان آمده بود، من خودم نخواسته بودمش، خودش بر رضای خود آمد. بعض کارهای شخصی داشت که قوالای خانم خود خلاص میکرد. اونجا آمد گفت که ما تکسای دیلر خود ندادیم و فعلا دولت جرمنی اکاونت ها را بسته کرده، ما هیچ ندارم پیسه. و خود ما در مدت 19 روز تشخیص داشتن. ما بسیار بد میگه که موضوعات شخصی را که رفیق خود یا دوست خود وقت بودین ما بگوییم، اما شما حرکت غیر ملی را کردین، خائنانه را. و ما خودم مریضم شده بود، ما خودم شخصا
حتی با تداویشم اقدام کردم. در قسمت تهیه نان و در قسمت مصارف هتل تمامش خودم به عهده گرفتم و یک برادر دیگه که از فرانسه است او هم آمده بود. از نظر بودجه کدام پولی در جیبش نبود، در بعض مصارف ها را بر ما آورد، ما او مصارف رو ما دادم. منتها یک کار شد که همون پلانایی که ما داشتم در قسمت فعالیت های خود در افغانستان، چرا وقتی که شما افغانستان میرین باید تمام پروگرام ها را سنجیده پیش ببرین. وقتی که اینا پس جرمنی آمدن ما پرسان کردم که چطور است موضوعاتی بود، یا گفت ما هیچ کدام مشکل نداریم، کل مشکل حل شد. یا ما ایران موندم که چطور این مشکل حل شد در جرمنی. در اوجه ما خودم باور کنیم وقتی که مصارف تیل موتر و مصارف دیگر یار کردم در خودم بسیار پیسه ناچیز در جیب موند و پس تیز که تکت گرفتیم آمدیم پس امریکا برس در حدود 21 ماه در افغانستان شجاعانه دلیرانه به خدمت وطن عزیز خود، وطندارای خود ما سپری کردیم و ما اینجا آمدیم. و وقتی که ما در امریکا رسیدم تلفن خانم ازی که اینا بسیار نارضایتی میکردن یا میکردن، خب هر صورت موضوعات شخصی است و در این حال خانم ازی یک موضوع رو به شما بگویم که شما آگاه باشین. شما میبینین اینی 4 ورقه ای پلان را ما 1 سال سرش کار کردیم و این ما به دولت امریکا روان کرده بودم. این میگه که resolving the terrorism for Afghanistan United States. ما این را تدارک کردم، پیشنهاد و این ما روان کردم به کانگرس و سنا و هاوس آف رپرزنتیتیو و امریکا روان کردم. این امی قرار پیشنهادی که ما تیار کردیم و دولت امریکا روان کردم، این امی باعث توسط این امی اول با کمک خداوند جل جلاله، دوم با کمک این امی ما 50 میلیون از رفتن به پاکستان بند کردیم و دیگه در این پلان ما پیش بینی کرده بودم و این با دولت امریکا با سناتور و کانگرس و هاوس آف رپرزنتیتیو گفته بودم در اون وقت 1 سال پیش که اگر شما با ما بیاین کمک کنین، یک قسمتش هست که یک مادهش هست که یا کاپی از این ما بر از اینا داده بودم، این کاپی از این در دست خانم از امی آدم که در جرمنی هست رسیده و این امی چی را بخوانم. ما دیگه گفتیم که اگر امریکا موضوعات دیورند ما را حل کنه، به عوض که دولت افغانستان قراردادها را برای چین میته و باید این قراردادها را به امریکا بده و امریکا حق مسلمش است اگر موضوعات ملی ما را حل و فصل کنه. و این خانم عزیز دمی توطئه که بود یا بسیار نامحترمانه گپ میزد، بسیار زیاد. و ما فکر میکنم که آوردن این نفرها کل خانمای خودم آورده بودن، اشتکای خودم، بچهای کاکای خودم کل در توطئه آورده بودن در مقابل ما. باور میکنین که خوارا برادرها ما خبر بودم یا کل موضوع 1 دقیقه دوام میکرد و 1 دقیقه بود که اونا پرسان کردن که خوی توطئه بود. باز براتون میگم که این خلاصه میکنم که پیسه گریزی کنم نه خلاص شد برات بیایی که موضوعات ملی را ما شما گپ بزنیم، ما نه یا ایلا دادنی نمود. برای ازی که ما میفهمیدم اگر ما اعصاب ما خراب شوه ما اینا کامرا هر جای که ما در کس میکردم و 1 دفعه دیدم که کامرشون گفتم کامرا را پس کو و این کامرا را نصب کرده بودن، اینا او را فیلمگیری میکردن و باور کنین که 2 شب و 2 روز ما خو نکرده بودم. 2 شب و 2 روز یا آوردن ما را در اوجه و این کامرا را بند کردن و ما بر ازیا چقدر سر ازیا ما حساب میکردم که اینا اما خود زده بودن در داخل دیورنجرگه و این اشخاص پلان طویل المدت داشتن تا که پلانشان با فضل و مرحمت خداوند نقش برآ شد. ما باز هم بر از اینا میگم، ما با تمام دنیا اعلان میکنم که اگر کدام مدارک دارین بیارین،
اگر ندارین دانتان بسته کنین، دان کثیفتان. اگر مدارک آوردین، ما پس در تلویزیون میایم و ما میگم که از دیوران جرگه ما استعفا کردم. باز هم ایره ما میگم وظیفه است، حیاتم است که تا ما با کمک خداوند جل جلاله شما تا که موضوع دیورند حل نکنیم، خاکای خدا نگیریم، بنادر خدا آزاد نکنیم و افغانستان بزرگ و یکتا را ایجاد نکنیم، تا که من زنده هستم این کار میکنم. اگر شما خوارا و برادرها را به شما این را ذکر میکنم، شما اگر بالای ما چیز واقع میشه، شما یک شخص را پیدا کنین که انمی هدف و ارمان ملی ما را تعقیب کنه. این پاکستان بالای افغانای ما امروز خون افغان ما میریزه، خون پشتون ما میریزه. پشتون ما در اون طرف سرحد گشنه است. شما ببینین امی باز مردم میگه چرا برادر طالب میگی؟ من میگم و افغانم است، او بازی خورده و شرایط بالایش بسیار خراب است. شما ببینید که روز ما دیدم 35 برادر طالب ما او طرف 10 پلیس ملی ما شهید شده بودن. برای چی؟ باور کنین که امو شب ما هیچ خو نکردیم، قطعا ما خو نکردیم. خداوند اینطور یک مصیبت آورده و این کل مصیبت توسط آیسای و دولت نظامی پاکستان بالای ما تحمیل میشه هر روز. او برادرای طالب، چرا شما بیدار نمیشین؟ چرا شما درک نمیکنین که شما افغانتان میکشین، افغانتان ذلیل میکنین؟ شما ببینین که در کدام مناطق شما زندگی میکنین کلش خاک. شما بیاین که ما یک جای شوین که برادرای افغانتان دیورند آزاد کنین، کلتان مثل پادشاه وار زندگی میکنین. پادشاه تماما ثروتتان پاکستانی ها میخوره، پنجابی ها میخوره. ما برای شما گفتم که برادرای طالب شما باید یک آجندای سیاسی تیار کنین، او آجندای سیاسی تان توسط مردم افغانستان تایید شود. شما بیاین داخل افغانستان، مسئولیت دفاع، مسئولیت آوردن صلح داخل افغانستان، موضوعات عدلی با دست شما بیاین که ما شما یک جای شویم، خط دیورند هم خلاص کنیم، بنادر خدا هم بگیریم. چرا ما در بحر را نداشته باشیم؟ چرا ما بندر نداشته باشیم؟ خاکای خود ما سو برادر، از برای خدا. شما میفهمین برادرای طالب که آیسای کتکی کار میکنه؟ ما تاریخچی آیسای با مرتبا ذکر میکنم. آیسای کت شبکه جاسوسی موساد اسرائیل کار میکنه یک جای در مقابل مسلمان ها. اگر شما کت از این شبکه از این میترسین و کت از این شبکه شما کار میکنین، در روز آخرت شما مسئول هستین. اگر شما از آیسای میترسین، باز هم میگم شما میفهمید که آیسای کت موساد و دیگر دستگاه جاسوسی کار میکنه، کلش در قسمت از بین بردن نوزت افغان ها، در قسمت از بین بردن عزت افغان ها، در قسمت از بین بردن ترقی افغان ها کار میکنه. شما برین اسلام آباد ببینین و بیاین مناطق پشتون شما مقایسه کنین، کدامش شمار نمونده که پشتو رایج شوه، شمار نمونده که ترقی و پیشرفت اقتصادی مناطق بیاید. پس شما چرا که از اونا کار میکنین؟ بیاین عوضی که شما
بیادرتان بکشین و شما کشتشن بیاین طرف ما. و باز ما میریم میگیم که شما برادرایی که در جرمنی توتره کردین، خداوند شما را هدایت نیکی بده. ما هیچ وقت شما را شخصا باعث یک مسلمان ما شما را میبخشم، اما چون شما بزرگترین خیانت در مقابل دایه ملی که مربوط 85 میلیون افغان از شما ایر انجام دادین. و باز هم به اطلاع کل خوارا و برادرها میرسانم که وظیفه ماست، وظیفه ایمانی و وجدانی ماست تا که ما پیش قدم موضوع دیورند حل نکنیم و افغانستان با آبای گرم نرسه، این کار اعلان نمیکنم. این وظیفه ماست. اینال مسئولیت ایمانی و وجدانی تمام افغان هاست که همراه ما کمک میکنین یا نمیکنین. برادرها و خواهرای عزیز و گرامی، اول خو ما مخالف سفر کرزی صاحب بودم، چرا نواز شریف یک دشمن سرسخت مردم افغانستان است و ما راضی نبودیم که کرزی صاحب بره پیش یک دشمن سرسخت مردم افغانستان. میفهمین که شما چی واقع شد؟ وقتی کرزی صاحب رفت اسلام آباد، نواز شریف بغیر از التماس و چاپلوسی دیگه کار برای کرزی صاحب نکرد و اونا نواز شریف یعنی برای کرزی صاحب گفت که این وظیفه ماست که ما در قسمت با وجود آوردن صلح در افغانستان فعالیت کنیم. این صحبت ها را بعد از 35 سال شما میشنوین از دهن یک زعیم پنجابی. این را من نمیگم که ما کردیم، این را میگم که شما خوارا و برادرها کردین. امی مظاهرات ما در مقابل قصر سفید، مظاهرات در مقابل مرکز ناتو و فعالیت های ما که به همراه کنگرس امریکا و سایر ممالک و رفتن داخل خود افغانستان، این گواهی را برای دولت پنجابی پاکستان داد که یک خشم ملی در افغانستان در حالت تشکل است، یک بهار افغانی آمدنی است که بخیر حق مردم افغانستان خواد گرفت. به این ترتیب کرزی صاحب شما بسیار فکر میکنم که شما ایران بودین که چطوری موضوع و دیگه ما بر ضد هر گونه قرارداد تجارتی که پاکستان هستم و بر ضد عزیزتم که هر سرک را که واز میکنن در پشت از او شیطنت است، در پشت از او حرامزادگی است. آقای کرزی ما بر مخالف عزیزتم و این قراردادهای مالیاتی در وزارت مالیه امضا شد قرارداد ما با ضد عزیزتم. ما باید رابطه خود که در پاکستان قطع کنیم. ما باید این در نظر بگیریم که پاکستان یک مملکت است که به ضد منافع ملی افغانستان است و پاکستان این درک کرده که مردم افغانستان آلو مردم سابق نیست، مردم است که حق خود آگاه شدن و منافع ملیشون که عبارت است از بین بردن خط دیورند و به دست آوردن بنادر است، از او مردم افغانستان آگاه شده. دیگه مال میرم یک ویدیو کلیپ نشان میتونم به شما، ما پس میایم، لطفا با ما باشین.
سو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې سو غواړو مونږ چې مو راټول په یو کور کړي داسې سو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې سو غواړو مونږ وطن بی کفنا لا وارث افغان یو بے وطن بی کفنا لا وارث افغان کچر اخلاص نو لپی غور کړي داسې سو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې سو غواړو مونږ چې مو راټول په یو کور کړي داسې سو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې سو غواړو مونږ غرب لسنگر دریم لټانک کوس کړي چې یو لغرب لسنگر دریم لټانک کوس کړي چې مورا ټول په یو شکور کړي داسې سو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې سو غواړو مونږ چې مورا ټول په یو کور کړي داسې سو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې سو غواړو مونږ یوا د خیر تیګه چې کیک د زمون باڼو منس کې یوا د خیر تیګه چې کیک د زمون باڼو منس کې چې می تورور سره بیا ورو کې داسې سو غواړو مو چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې سو غواړو مو چې مو راټول په یو کور کړي داسې سو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې سو غواړو مونږ ټوپک او تور دواړه په قلم بدل کړي چې می ټوپک او تور دواړه په قلم بدل کړي چې نور له جنگ مزړه تور کړي داسې سو غواړو مو چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې سو غواړو مو چې مو راټول په یو کور کړي داسې سو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې سو غواړو مونږ
د اغیان د اٹک مظلوم زړګي وګټي چې د اغیان د اٹک مظلوم زړګي وګټي چې نور او بد ظالم زور کړي داسې سو واړو مون چې مو زخمونه لک ټکور کړي داسې سو واړو مون چې مو راټول په یو کور کړي داسې سو واړو مون چې مو زخمونه لک ټکور کړي داسې سو واړو مون 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 با عرض حرمت مجدد احترامات ما را قبول کنین خوارا و برادرای عزیز و گرامی. ما یک به طور خلاصه بالای آیسای صحبت میکنیم. جزء برنامه ماست. در برنامه راجع به آیسای ما صحبت میکنیم با سر انتخابات و می حرکت را که دکتر سپسیده در آن انداخته. برادر نازنین ما قاسم جان تلفن میکنن، اونا صحبت میکنن. قاسم جان یک برادر بسیار نازنین و گل ما هستند که از روزی که دیورنجرگه به اصطلاح وجود آمده قاسم جان همراه ما همکاری کردن. قاسم جان دائم در هر قاسم جان ترین در حالت با ما همکاری کردن و پیش از اینکه آیسای ما تشریح کنم کمی راجع بهش گپ بزنیم که شما بفهمین که ما کتکی دست پا نرم میکنیم. شما میفهمین که برادرها و خواهرای عزیز ما که گلبهار قیام، شاغل گلبهار قیام، برادر گرامی ما گلبهار قیام در هر حالت پالی ما ساده شدن و از ما از دایی ملی دیورنجرگه دفاع کردن. خصوصا همشیریم خانمشان در حالتی که ما تلفن کردیم اونا آماده بودن و آماده هستن که من از اونا تشکر میکنم. مرکز واشنگتن اونا در دست دارن و هر کسی که میخواین که به این دایی مقدس کمک کنن و تماس شون که برادر گرامی ما گلبهار قیام تماس شون. اونا با ما تلفن کردن امروز گفتن که برادر عزیز و گرامی ما شاغل غلام محمد نادی که مدیر مکتب حبیبیه و رئیس مجادله با بیسوادی بودن، عمر خود نادی صاحب در خدمت به معارف افغانستان تیر کردن و ما ایشان را میشناسم و ما بسیار ممنون هستم
که اونا گفتن که با ما یک جای میشن و با ما گفتن هر چیزی که دستشان بیایه در قسمت پیشبرد دایی ملی اونا کمک خواهد کردن و دیگه اونا در نیویورک زندگی میکنن و ما دایر کوشش میکنیم که یک جرگه ملی دیورند در نیویورک به اصطلاح دایر کنیم که شما میفهمین که ملل متحد در نیویورک است و این بسیار حیاتی است و شما مامی رفتن ما در بلژیم که ما چند وقت پیش رفتم و اونجا ما خواستم که جرگه دیورند در هندوستان دایر کنیم و جرگه دیگر در خود بلژیم. برادرای ما تلفن کردن، رئیس کمیسیون صلح آقای ساجد هم تلفن کردن که اونا یک برنامه را در پیش دارن در کتما مثلا در بلژیم و ما این برنامه را در بلژیم میخوایم که زیادتر وسعت بدیم. از تمام خوارا برادرای خود در بلژیم تقاضا میکنیم که شما بیاین، چرا بلژیم مرکز سیاسی تمام دنیاست، جان غرب است و ما این دیورند جرگه را در اوج دایر میکنیم، یک جرگه دایر میکنیم، اونا را ما به گوشان میرسانیم. بالخصوص ما در این روزا یک تلاش دارم اگر شود که در بلژیم یا در واشنگتن یک مظاهره را در مقابل سفارت عربستان سعودی کنیم که عربستان سعودی تماما ضرورات تیل پاکستان هم مکفی میسازه برآورده میسازه و اگر بودجه تجارتی آثار پاکستان فقدان آثار داشته باشه عربستان سعودی به او میته و در این حال شما میفهمید که پاکستان که ایران رابطه بسیار نزدیک داره و که ترکیه که ما کوشش میکنیم که با او ممالک خصوصا ایران با دست خود از خاک افغانستان در قسمت کلتور و در قسمت زبان افغانستان ما به شما اجازه نمیتیم که در داخل افغانستان مداخله کنین. یک رژیم ملی در حالت تشکل است در افغانستان و تماما خوارا و برادرای ما از حق ملی خود از حرکت ملی خود آگاه هستند. انشاءالله افغانستان سردار منطقه خواهد بود و سردار منطقه خواهد شد. این کسایی که اعلان میکنه که ما نمیفهمیم که آینده افغانستان چی خواهد شد، شما میفهمید که زمان احمد شاه بابا، زمان میرویس نیکه، سلطان محمود غزنوی، غوریان، شما میفهمید که شهاب‌الدین غوری کل مردم پاکستان، نیم مردم پاکستان مسلمان ساخت. ما در حالت توانایی داریم مردم افغانستان باید ما اتفاق کنیم. اگر اتفاق کنیم هیچ چیز برای ما چی نداره، ناممکن است. شما این فکر میکردین که دیورند جرگه در حدود 3.5 سال است که حرکت داره، فعالیت داره و این اگر شما با ما کمک میکردین و اگر آقای کرزی به ما بودجه میداد، شما بیاین مقایسه کنین فعالیت دولت افغانستان که فعالیت دیورند جرگه. ما سیاست امریکا رو در مقابل پاکستان تغییر دادیم، شیطنت پاکستان از ذلیل کردیم، ما حرکات ملی کردیم و تماما کانگرس امریکا راجع به دیورند، راجع به حرکات به عدالتی پاکستان میفهمم در مقابل ناتو رفتیم، سیاست های ممالک ناتو در مقابل افغانستان ما تغییر دادیم. شما امروز بزدلی پاکستان ببینید که توسط همین فعالیت های شما که امروز پاکستان صحبت های بزدلی که آقای کرزی کرد کلش نتیجه حرکات شماست، کمک های شماست که ما امروز نتیجهش میگیریم که پاکستان وقت راجع به پارسال راجع به فاروارد پالیسی خود گپ میزد. تو پاکستان چی هستی؟ یک مملکت مصنوعی استی، ساخته شدی. ما میتونیم که دو پلیت کنیم اگر ما اتفاق کنیم. افغانستان 5,500 سال تاریخ موجودیت داره، موجودیت. پاکستان این را فراموش نکنی. اگر ما از بین برم دیگه نفر خواهد خیست، دیگه نفر از بین میره، اما ماندنیت نیستیم آیسایی و دولت پاکستان ما ماندنیت نیستیم. شما ببینین آقای کرزی تمام فعالیت های امی برادرها و خوارای ما در دیورند جرگه و امی طرح سیاسی پالیسی سیاسیش خودش از طرف خودم شده که چی کنیم چی نکنیم. خداوند ما را ببخشه که کبر و غرور نبه.
اما شما دیدین که پاکستان بسیار ذلیل ساختیم و حال فعلا نواز شریف آمد. این حرکات آیسای است، وقتی که میبینه زرداری یا رژیم پاکستان ذلیل میشه دیگه نفر میاره که تغییر بده. و دیگه برادرای طالب یک موضوع دیگه یادم آمد که دائم وقتی که پاکستان در مشکل شده موضوعات دینی را با وجود میاره. خب شما بازی نخورین، موضوعات دینی را میگه که برین که در افغانستان کافرها آمده یا آمده. هیچ بیادر کل مردم افغانستان مسلمان است، در افغانستان هیچ کافر کدام قدرت نداره. ما کوشش میکنیم که تماما شرایط به نفع مردم افغانستان ما استفاده کنیم و تمام شرایطی که در افغانستان میایه. شما برادرها ببینید که امریکایی ها در عربستان سعودی است، برادر طالب ببینید که در جرمنی است، امریکا در مملکت هم اونا چی کردن؟ اونا رقشان تعیین کردن، اما از او استفاده کردن، ممالک خود آباد کردن. مثلا باز جنگ دوم جهانی جرمنی تمام جایی را که بمبارد شده بود کلش آباد کرد، کمک مارشال پلان امریکا بود. و شما فکر کنید کویت بعد از جنگ عراق کل کمک ها را آوردن کردن. و مردم امریکا بسیار مردم خوب است. ترقی اسلام در امریکاست. این خود ما 35 سال در این مملکت زندگی کردیم، فضل مرحمت خدا تمام اولادایم در اینجا تولد شده، کلشان از نگاه دینی فوق العاده رسیدن، فوق العاده موضوعات دینی را آگاهستن. ما باید از چیزای خوب اینا استفاده کنیم، چیزای خرابش ما باید ترک کنیم. تو نگوییم که خوب و بده باید یک جای کنیم بگوییم که نه یا خراب است یا اینطور است یا اینطور است. شما تاریخچه‌شون ببینید. و دیگه ای که کنترل تمام جهان اول در دست خداوند جل جلاله است و فعلا کی کنترل میکنه تمام معامله؟ که سوریه یک دقیقه امریکا گفت اونا کلگی آماده شدن سر سوریه حمله میکنن. ما باید شرایط به نفع خود تغییر بدیم. ما یک 10 دقیقه دیگه باز موضوعات است که ما باید گپ بزنیم، موضوعات آیسای است گپ میزنیم و قرارداد استراتژی گپ میزنیم. باز بعد از او آقای قاسم ترین میاد دلاین صحبت میکنن، باز دیگه خوارا و برادرها رو دلاین میاریم. تقریبا با شما 2 ساعت وقت میتم که موضوعات ملی رو مطرح میکنیم، سرش صحبت میکنیم. و حال ما میریم به یک اعلان تجارتی، ما پس میاییم دیگه. بازم ما مردم شریف افغانستان، ما مردم غیور افغانستان، ما مردم رنجیدی افغانستان این خبر خوش میتیم که انشاءالله نهضت ملی حرکت بهاری که در عربستان آمده بود، در ممالک عربی آمده، انشاءالله در افغانستان میایه و او طرف میره، خط دیورند از بین میبره. انشاءالله ما خاکای خدا بنادر خدا به دست میاریم و یک افغانستان سربلند سردار منطقه افغانستان خواهد بود. این وقتی که من در روز اولم گفتم بسیار مردم سیل میکردن، اما امروز دیدین که مردم افغانستان تا کدام اندازه از نگاه شعور سیاسی رسیده شدن. شما در افغانستان رفتیم، افتخارات ملی. یک چیز برای برادرای جرمنی بگویم، عزت و احترام هر کس از جانب خداوند جلاله است. خداوند یک نفر بلند میبره، خداوند یک نفر پایان میاره و خیر شر کلش در دست خداوند جل جلاله است. شما که بخواین مرا به عزت کنین، نام بد بتین، خداوند نخواه، هیچ چیز شما کده نمیتونین، هیچ چیز کده نمیتونین. و دیگه ای که از روز اول که امی برنامه دیورنجرگه را با اصطلاح تاسیس کردیم، ما برای شما برادرها با ملت افغانستان گفتم خراب، خوب، عالی، هر موضوع شوه ما میایم باعث فرزند صادقتان. ما به شما کل موضوعات براتان اطلاعتان میرسانم، با شما تصمیم بگیرین. بعض موضوعات سیاسی است که او حیات مردم افغانستان یا در بر میگیره، البته است او موضوع دیگه است که ما باید به طریق غیر مستقیم به اطلاعتان ما میرسانم و براتان میگم که یعنی موضوع چیست. اما باز هم میگم وظیفه ماست که ما باید منابع مالی رو پیدا کنم تا که دیورنجرگه را با موافقت برسانیم و همین خط دیورند از بین بریم، خاکای خود بگیریم، بنادر خود بگیریم. این وظیفه ماست تا هر وقتی خداوند مرا
زنده نگاه داشته بود. ما برادرها خوارا وقتی که شما ببینین رسول الله مبارک، سیاست های رسول الله مبارک ما تعقیب میکنیم که خداوند رسول الله مبارک چی گفته در قسمت وقتی که امی خوارج یک حرکت میکنن. کار از اینا کار خوارج است. زمان محمد صلی الله علیه و اگر حضور می داشتن، حالا اینا رو میگفتن که شما اینا ترک کنین، اینا رو که چون تماس نگیرین، که از اینا صحبت نکنین، برای که اگر ما اینا رو بکشم و اینا امپراتوری فارس، امپراتوری روم میگه که اینا فراخته میکشه. اگر زمان ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه می بود، اونا در مقابل خوارج هیچ حوصله نداشتن، اونا از بین میبردن. و عمر رضی الله تعالی عنه اگر می بود که اگر اینا رو میدیدن کارهای خوارج کرده به ضد منافع ملی کار کرده، او مدقه یار از بین می برد. ما سیاست عثمان رضی الله تعالی عنه را به پیش بردم. وقتی که عثمان رضی الله تعالی عنه توسط خوارج در خانهش محاصره شد و این خوارج از مصر آمده بود و کلگی امیر معاویه برش اول روان کرد که ما فوق‌العاده عسکر زیاد دارم، من میایم خوارج میکشم، از بین میبرم. عثمان رضی الله تعالی عنه گفت که نه، تو غرض نگی که اسلام کشی میشه یا میشه. خب بالاخره در سر قرآن شریف خواندن عثمان رضی الله تعالی عنه را شهید کردن. وقتی که میخواستن که عثمان رضی الله تعالی عنه را شهید کنن، خانم مبارکشان قیام کرد، خیست و از در مقابل خوارج کلکاش برید. این خوارج بسیار مردم بسیار بیرحم، مردم بسیار کثیف و مردم است که شان و ترقی اسلام نمیخواهند. ما از سیاست عثمان رضی الله تعالی عنه استفاده کردم به خاطر از اینکه ما سیاست رسول الله مبارک، سیاست ابوبکر صدیق، سیاست عمر رضی الله تعالی عنه، سیاست عثمان رضی الله تعالی عنه، سیاست علی رضی الله تعالی عنه را در شرایط مختلف ما مطالعه کردیم و طبق از او یک حرکت اسلامی خود ما پیش میبریم. شما ببینید که اگر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه از گردن نرمی کار نمیگرفت و میموند که عسکراش دفاع کنه، یا امیر معاویه عسکر فوق العاده کلان روان میکرد یا از بین میبرد، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه به این وجه شهید نمیشد و حضور بسیار به شکلی که در سر قرآن شریف وقتی که زدنش خون در سر قرآن شریف ریخت و او رو شهید کردن، در سینهش شمشیر زدن. و ما شما باید سرمشق ما حرکات محمد صلی الله علیه و سلم در زمانی که زنده بودن، حرکات چهاریار کبار، صحابه بزرگ ما در نظر بگیریم و طبق از او ما عمل کنیم. این سیاست های امروز که شما میبینین یا کلش دروغ، کلش توطئه و کذابیست. ما سرمشق ما دین مقدس اسلام است و ما بر طبق از او حرکت میکنیم. اگر دیگر شما راجع به ما مردم جرمنی اگر کدام پروف داشتین بیاین، دیگر بازم میگم تان که دانایتان که بیخی هم ششته باز نام ما را بگیرین، نام دیرون جرگه را بگیرین. این ما براتان مستقیم براتان میگم، مستقیم اگر چیز دارین بیارین، اگر ندارین دانتان بسته کنین. کی دایی ملی ما را بانی که ما کار خدا این انرژی که ما مصرف میکنیم دفاع از شما، ما این نمیخوایم، حتی این نمیخواستم این صحبت ها را کنم. اگر خود ما میبودم ما براتون میبخشیدم، اما بخشیده نمیتونم برای اینکه یک ملت افغانستان بود. این کار که شما کردین، ما فکر میکنم که همون پلانی که آیسای سرما سنجیده بود بسیار پلان دقیق بود. ما فکر میکنم که بسیار دقیقانه طرح شده بود که شما مرا چطور بیارین و چطور وجوده بشانین. باز من نمیفهم که دو چای چیزی بود نبود، من نمیگم. و آقای مسکینیار رو میگم خودت رفتی آقای مسکینیار در کابل تنها و کابلی سرت یک توطئه کرده بود، چقدر فغان و غالمغال یا کدی و من دیدم خودت والا اصله رحم داشته باشی آقای مسکینیار. و مرا خواستی که من در تلویزیونت بیایم و از خود دفاع کنم. از چی دفاع کنم؟ ما خیانت نکردیم. وقتی کسی که خیانت میکنه یک چیز میفروشه، ما چیز رو نفروختیم. ما خیر آمده ایم، ما هنوزم در مقابل آیسای پاکستان ما استاد هستیم از خون خود. میفهمین خوارا و برادرها، وقتی که من میرم افغانستان یا جای میرم از نواسی خود ما با من خدایی میکنم، میگم ان شاء الله شما را اگه سرما واقع شد خودت در آخرت میبینم.
ما اینه تو شرایط ما گپ میزنیم و شما آمدین اینجا که موضوعات ما خبر نبودیم. شما وظایف و مسئولیت های ملی تان شما متوجه شوین. وقتی که شما یک تلویزیون دارین شما باید مدرک می داشتین، شما بر ما تلفن میکردین که آیا می گپ درست است. ما این مقدر شرف دارم، این مقدر غرور دارم، این مقدر فخر دارم که اگر اشتباهی کنم ما اشتباه خودم براتون میگم که این میره مکدیم یا این میره نکدیم. ما یک دفعه میگم، یک دفعه من دیگه تکرار نمیکنم. اما بازم ما میخوایم که ما معذرت میخوایم و وقت شما رو نمیگیرم و ما میخوایم که موضوع آیسای گپ بزنیم. باز ما میریم به طرف انتخابات در افغانستان برای یک چند دقیقه. آیسای باشین که ما کاغذهای آیسای کجا مانده. آیسای بزرگترین سپورتر آیسای عربستان سعودی و چین و ایران و ترکیه است و آیسای در زمان آیسای متشکل از قوای هوایی، زمینی و بحری است. یعنی اینمی نظامی ها را تربیه میکنن و کلش میارن در آیسای. یک نفر به نام سید محمد ایسان که از قوای بری بود در قسمت آیسای در 1952 بسیار خدمت کرد و آیسای سر پای استاد کرد و در سال 1950 ایوب خان بسیار ترقی آیسای به وجود آورد. برای اینکه در جنگ‌های پاکستان هندوستان اینتلیجنس پاکستان بسیار ضعیف بود و این خواست که حتی آیسای فیل کرد در اونجا، یعنی ناکام شد و اینا خواستن که دوباره ترقی بتن و در 1970 ذوالفقار علی بوتو میخواست که آیسای صدمه شدید بزنه، حتی رولش از بین ببره. اما شما میفهمین که ذوالفقار علی بوتو شهید شد و ذوالفقار علی بوتو را خدا ببخشه که امرای داود خان میخواست که یک جای همین موضوع دیورند رو فصل کنه، اما امی آیسای او را کشت. از ضیاءالحق آمد. ضیاءالحق یک خونخوار شدید بود که آیسای قسمت دومش بسیار زیاد قوی ساخت و اینمی آیسای قسمت دومش است که افغانا را در افغانستان شهید میکنه. این کلش از چیست؟ از کارهای ضیاءالحق است. رئیس فعلی آیسای زین الاسلام است. خدا چرا بشرمانه که زین الاسلام نام اسلام هم گرفتی، تو به خدمت موساد و به خدمت انگلیسا کار میکنی، مسلمانایت میکشی. او زین الاسلام من تو رو میگم هیچ کس دیگه نخواد بگوی از خاطر کس پیش میترسه. من تو رو میگم که نکوی کاره. اگر مردی در آتش دوزخ میری تا سالها از تا عمره تا ابد خداوند آتش دوزخ تو رو نگاه میکنه. خب امی کار نکو، ایلاکو تمام جنرالای افغانی برای این از آیسای. او طالبا شما قطع آیسای کمک نکنین، بیایی طرف مادر وطنتان که افغانستان است، بیایی این طرف. آیسای سه تشکیل داره. یکی بال داخلیش که موضوعات جاسوسی و سیاسی داخل پاکستان ارزیابی میکنه و دیگه بال خارجی است که موضوعات بال داخلیش امو بال است که تمام حرکات افغانای ما را در خط دیورند و فعالیتاشون در سرحد نه ببخشید در خط دیورند ما و این طرف در جلابات. ما شراقا و والی جلابات میگم بیادر تو مسئولیت بفهم نمان کلدار دو چالان شوه. ساینایتان او مردم از به زبان پنجابی است رو پس کنین و نمانین که اونجا کلدار پاکستانی مروج باشه و شما باید این مسئولیت ملیتان بفهمین. یک وقتی با تاریخ شما مسئول خود بدین. و دیگه بال خارجی است که موضوعات خارجی و روابط خارجی را و تحلیلات خارجی را این بال آیسای میکنه. دیگه تنها شعبه سیومش تنها روابط خارجی است که اونا میخواین که کدام مملکت رابطه خارجی داشته باشن نداشتن این تحلیل میکنن. و دیپارتمنت هایی که دارن یعنی شعباتی که دارن، یکی شعبه عملیات سری است که او امرای CIA و سعد و موساد یا ارتباط داره آیسای. دیگه جوینت اینتلیجنس اکس میگه. جوینت اینتلیجنس اکس موظف تیار کردن راپوراست.
تمام راپورها را تیار میکنه یا میته برای رئیس عمومی و رئیس عمومی یعنی مثلا شرایط افغانستان، شرایط برادرای افغان پشتون در اون طرف یا را کل تیار میکنه و روان میکنه، باز او تصمیم میگیره که کشته شوه ما دیگه چی کنیم. اینمی جوینت اینتلیجنس اکس شعبهش این کار میکنه. دیگه جوینت اینتلیجنس بیورو دیگه شعبهش هست که موظف جمع‌آوری معلومات سیاسی 3 شعبه است. عملیات سیاسی و ای بزد ممالک دیگه و همسایه‌های پاکستان کار میکنه. دیگه شعبات است که تنها مثلا در موضوع کشمیر معلومات جمع میکنه. این مسئول جمع‌آوری فعالیت‌ها و حرکات دیپلمات‌های پاکستانی است. امی جوینت کاونتر اینتلیجنس بیرو که دیپلمات‌های پاکستانی که در ممالک میره، این ایجنت‌های آیسای در پشتشانه است که میبینن که اینا چی میکنن چی نمیکنن، راپورای ازیر برای مرکز آیسای روان میکنن. دیگه ای که جوینت اینتلیجنس نورت دیگه شعبهش است که استخبارات جنوبی مربوط جموں و کشمیری است که در کشمیر چی واقع میشه یا میشه او شعبه میکنن. جوینت اینتلیجنس مسلینیوس استخبارات متفرقه را که در دیگه ممالک میبینه کدام شرایط تغییر بده و حرکات خود مثلا از نگاه لابینگ یا مداخله میکنه در اینجا. و دیگه جوینت سیگنال اینتلیجنس بیرو، این استخبارات مشترک شعبهش جمع‌آوری معلومات توسط الکترونیک است و میتونن توسط الکترونیک معلومات رو جمع میکنن روان میکنن با مرکز آیسای. دیگه جوینت اینتلیجنس تکنیکال، این نظامی کیست پرسنل ازی نظامیان است، نظامیای عسکری است که اونا انجینیر هستن، ساینتیست هستن، ارتقای تکنولوژی را و ساینس در قسمت استخبارات پاکستان استفاده میکنن، تکنولوژی و ساینس میارن در داخل آیسای. و دیگه ای که پیش از اینکه موضوع دیگر بگویم، مرکز آیسای در اسلام آباد است و میگه دروازه دخولی آیسای در پالوی یک شفاخانه است که او دروازه را شما که میبینین هیچ فکر نمیکنین که اینجا مردم میره میایه. اونجا عسکرها و پلیسای نظامی پاکستان که سگایی که او تربیه کردن در دان دروازه است، هر کسی که میایه او را مثلا تعقیب میکنن که هیچ کس میگه که شما از پیش دروازه دخولی آیسای که برین شما نمیفهمین که اینجا نفر میره یا میایه. تو بسیار سری را نگاه کردن و امی دروازه دخولی پالوی یک شفاخانه در اسلام آباد است. دیگه مدیرای SS میگه SS مدیرای SS است که موظف تروریست است که در مقابل پاکستان کسایی که مثلا برادرای افغان ما که مقابل آیسای میخزن و دایه دیران پیش بریا میکنن و اینمی کسا مربوط اینمی SS دایرکتر میشه. اینمی SS دایرکتر و راپورش تیار میکنه با روان میکنه و میان امی سران قومی ما که 10,000 کشته شده یا امی شعبه SS دایرکتر یا شهید ساخته خداوند جنتا را جای از این بزرگای پشتونای ما افغانای ما کنه. دیگه Political Internal Division آیسای، این موضوعات انتخاباتی که مثلا یک نفر خود انتخاب میکنه در پاکستان، یک نفر بسیار از نظر ملی و مردمی بسیار رای میبره، اما آیسای تصمیم میگیره که این نفر برای آیسای و برای اردوی پاکستان مناسب نیست. بازی نمی Political Internal Division یا تصمیم میگیره که این نفر زنده بانه این کار کنه یا یعنی باعث رئیس جمهور انتخاب شوه یا نشوه. ما یک 2 صفحه دیگه مونده که میگم، باز ما پس میایم، ما به آل برای گیلان تجارتی میریم. لطفا با ما باشین.